سلام بچه ها، چطورید؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه. من علی هستم و امروز اومدم با یه ویدیو متفاوت دیگه. فکر کنم رکورد نیست، بله رکورد هست، اشتباه شد. خیلی خوش اومد به ویدیو متفاوت دیگه. من علی هستم و امروز اومدیم با بازی پولس. اگه اشتباه نخونده باشم، اگه اشتباه خوندم به بزرگی خودتون ببخشید و درستش واسم تو کامنت بنویسید. یه بازی که واقعا بده، یعنی هرچی بگم کم گفتم، خیلی ترسناکه به نظرم. و اینکه یه بازی به شدت رو مخه، خیلی رو مخه، واقعا اذیت میشید با بازیش. ببین بازیش، بذار بگم بازیش چجوریه. شما در نقش شخصی هستید که توی جای حالت استخر مانندی هستید که حالا دیگه بقیه همین، تا من همین حد بلد بودم دیگه، بقیهشو بلد نیستم. و مثل این که گویا نمیدونم روح این بازی چیه، واقعا نمیدونم. خیلی هم بازی بدیه. یا اول فصل آجی، خیلی محیطش ترسناکه آجی. آجی من میشاشم تو خودم که یا اول فصل. خب ایول، ببین همه اول کاری بذار بهتون بگم. چی بگم؟ چیز خاصی ندارم بگم. و جام نمیتونم تکون بخورم از ترس. من بازی ترسناک اصلا بازی نمی کنم و الان واقعا دارم میرم تو خودم. نه من اینجا نمیرم، گو بخورم دارم اینجا. چرا صدا میاد؟ این اول بازی دیگه، الان رو نباید روح داشته باشه. اول بازی که روح نداره. آره بابا روح نداره اول بازی که. وای صدا چی میاد؟ صدا نفسامه. به به، خیلی بازی خوبیه، خیلی بازی خوبیه. ایول ایول، رای دیگه نبود. چون سفید شد. نقشه است. به خدا الان یه جامپ اسکر میاد، به خدا الان یه چیزی میاد تو صورتم. دریچه مشخص دیگه، الان قرار از اینجا چیزی بیاد بیرون دیگه. این به نظرم نقشه بازی باید باشه، خب ولی من واقعا نمیدونم. ریدم تو خودم، نمیرم اونور. من گو بخورم، من تو نور میرم. واجی دارم میرینم تو خودم. خیلی بازیش بده، خیلی بده. هیچ صدایی توش یا حاجی فکر کردم روحه، فکر کردم بابا وای داره رو دست میذاره رو فوبیا هام. چیه آقا؟ از دور من فکر کردم این نقاشی روحه. چیه؟ امه؟ این ام به انگلیسی چیه؟ میدونم چیه. برو ادامه میدیم، ما بالاخره به یه جا برسیم. ما به یه جا میرسیم، خواهم رسید، خواهیم رسید. آجی ما تازه اپیزود 1شیم. نور بنازم. چرا باید انقدر آب؟ چرا اصلا چرا باید همچین بازی ساخته شه؟ یا اول فصل آجی این تاریکیاش خیلی بده. چقدر عمق داره، سیستمم داره پاره میشه. اینجا مشکوکه، ببین یه خورده مشکوکه. اینجا سفید داریم، اینجا هم تاریک نیست. خب از همین ور میریم.
نه از این ور نمیریم، ما از اون ور میریم. آره از این ور نمیریم، از اون ور، از اون ور میریم. ما از این ور میریم، ما از اون ور نمیریم. من گو بخورم از اون ور برم. ریدم تو خودم. خیلی بازیش بده، خیلی بازیش بده. این چه بازی آخه؟ این چه بازیه؟ میریم برای ادامه. خب اینجا که رفتیم هیچی نبود. چند تا در اینجا داریم. این سولاخ هم که واقعا نمیدونم چیه، دارکش میکنه. اینجا هم نمیدونم چیه. من میگم بریم پایین. یا ابرفت چقدر تاریکه. من میگم اینجا که عمرم برم، من پایین میرم. من پایین میخوام برم. نه پایین نمیرم چون ریدم تو خودم واقعا. پایین نمیرم. من چی میگیریم؟ اینجا میریم. یا خدا دیگه این فاجعه است. این آجی میدونین چی تو فکرمه؟ من میگم الان ما باید بریم اونجا، بعد بریم تو اون سرسری بیایم اینجا یه جامپ اسکیپ. نه من نمیرم. میبرم نمیریم. خیلی بازی گزینه برامون گذاشته، پس ما این ور نمیریم، یه گزینه ور دیگه میریم. فعلا که روحی ندیدیم. البته به غیر اون نردبونی که رفت بالا، که اینجا هم که خیلی تاریکه ولی به نظرم جای خوبی باید باشه. یا ابوالفضل بر میگردیم. جای خوبی نیست مثل این که. آقا ویدیو طولانی شد. خوبه، بهونه خوبه. ویدیو طولانی شد. اگه ادامه ویدیو رو خواستید حتما این چنل رو لایک کنین و دنبال کنین و سابسکرایب کنین تا براتون ادامهش رو بذارم و تو کامنت ها واسم بنویسید. من که هیچ دیگه، من خودتون میدونید من خیلی شجاعم و اینکه بازی خیلی فوق العاده بود و اینکه اگه خواستین ادامهش رو حتما بگید دیگه. نگید خواهشن، چون من میترسم از این بازی. خیلی بازیش بد. بازی میدونید بعد این بازی چی بود؟ بازی دیگه شما میدونید که قراره چه اتفاقی، یه رو قرار بیاد آقا جلوت. آره رو میاد، نمیدونی چی میخواد بیاد جلو، نمیدونی. خیلی بد بود آقا، من خوشم نمیاد. تا یه ویدیو بعدی دیگه. خدا نگهدار. خدافظ.